سولزبورن درسته یا سولز لایک؟ این دوتا ژانر چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ حتی میشه به عنوان ژانر مستقل هم بهشون نگاه کرد. سلام رفقا، اینجا چنل آپگرید و تو این ویدیو قراره به جواب همه این سوالا برسیم و حتی یه نگاه ریزی هم به این ژانر داشته باشیم. به طور کلی بیشتر گیمرها بازی‌های ژانر سولز رو به سخت بودنش میشناسن دیگه. یعنی یک نفری هم که فقط تجربه کوچیکی از بازی‌های سولز داشته باشه احتمالاً میگه سخت و همونجا بازی رو رها میکنه. اما به غیر از این بازی‌های سبک سولز رو با چه ویژگی‌های دیگه‌ای میشه شناخت؟ اول بیایم تفاوت‌های سولزبورن و سولز لایک رو یه بررسی کنیم. سولزبورن به بازی‌هایی گفته میشه که مستقیما به دست شرکت فرام سافر و شخص هیدتاکا میازاکی ساخته شدن. و حتی بازی‌های مثل دیمن سولز و سگانه دارک سولز به خاطر عنوانی که دارن بیشتر به عنوان سولزبورن شناخته میشن. حتی بین خیلی‌ها بحثه که بازی‌های مثل بلادبورن و الدرینگ که از عنوان سولز جدا شدن هم میشه به عنوان سولزبورن شناخت یا نه. من به این سوال جواب نمیدم، چون این یکی رو دیگه میسپارم دست خودتون که بهش فکر کنید. اما سولز لایک به بازی‌هایی گفته میشه که با الهام از این بازی‌ها ساخته شدن، یعنی شبیهشونن دیگه، مثل لایز آف فی، مورتال شل و سری بازی نیو. حالا به این سوال میرسیم چه المان‌هایی باعث میشه تمام این بازی‌ها رو به اسم ژانر سولز بشناسیم؟ دشمنای سخت، مراحل پیچیده، داستانگویی و اتمسفر تاریک، ساختن بیلدهای شخصی برای مبارزه و اهمیت لول اپ، همچنین داستانهای محیطی. یعنی به جای اینکه هی به ما کاتسین‌های مختلف نشون بدن برای فهم داستان بازی، با گشتن در محیط بازی و صحبت با NPC‌های مختلف، آیتم‌های متفاوت، میتونیم داستان‌های اصلی و فرعی بازی رو بهتر بفهمیم. حتی یک سری از داستان‌های مهم بازی در توضیحات سلاح‌ها و آرمور ست‌ها روایت شدن. اما ژانر سولز میتونه با به همه سلیقه‌ها باشه. اول بیایم نکات مثبت و منفی این ژانر رو بررسی کنیم. نکات مثبت: بازی‌های سولز باعث میشه ذهن پلیر تقویت شه. فقط این نیست، این سبک از بازی‌ها شما رو غرق در قصه‌ای میکنه که اگر درکش کنید دوست ندارین ازش دل بکنید. زیبایی محیطی، کاتسین‌های به شدت زیبا و اپیک یکی دیگه از نقاط مثبت ژانر سولزه و لازم به ذکره که بگم طراحی‌های محیطی و داشتن موسیقی متن برای هر مکان و موقعیت هم روی بهتر کردن گیم پلی بی تاثیر نیست. مثلا ماجولا توی دارک سولز 2 و کپیتال توی الدرینگ از محیط‌هایی بودن که هم از نظر بصری و هم از نظر موسیقایی به شخصه روی خودم خیلی تاثیر گذاشتن. اما نکات منفی بازی‌های سولز چیه؟ گاهی امکان داره بازی برای مخاطب تکراری و یک نواخت و حتی خیلی سخت بشه. شاید بگین این دیگه مشکل از خود پلیره، ولی نه، بازی‌های ژانر سولز هیچ وقت نمیتونه تو دسته بازی‌های عامه پسند قرار بگیره. به خاطر همین نکته‌ای که گفتم، حتی مثل سگانه دارک سولز که وقتی تازه می‌خوای ژانر رو تجربه کنی احتمال داره بخوره تو ذوقت و کلاً دیگه حتی سمت بازی‌های سولز نری. چرا؟ چون به طرز عجیبی سخته، مخصوصا دارک سولز 2 که انمی معمولی از یه باس فایت هم سخت‌تره. ممکنه کنترل کاراکتر خیلی سری جاها مشکل داشته باشه و فال دمیج بخوریم و بمیریم. یکی دیگه از نقاط منفی بازی‌های سولز طرفداران تعصبی این ژانره. مثلا یکی که علاقه به این ژانر نداشته باشه و از سبک و سیاق دیگه‌ای تو دنیای ویدیو گیم خوشش بیاد، ممکنه توسط طرفدارای تعصبی این ژانر مورد تمسخر قرار بگیره. طرفدارایی که ادعای شاخ بودنشون تمام این کامیونیتی رو مسموم کرده. پس با وجود همه این دلایلی که گفتم، بازی‌های ژانر سولز نمیتونه مخاطب عام داشته باشه و مورد پسند همه قرار بگیره. حالا میشه به عنوان ژانر مستقل بهش نگاه کرد؟ 100% میشه، چون با وجود اینکه بازی‌های سولز رگ و ریشه زیادی ممکن از بازی‌های نسل‌های قدیمی خودش گرفته باشه، مثل بازی‌های RPG، اما المان‌های دیگه‌ای داره که این ژانر رو از بقیه جدا میکنه. خب این بود از ویدیوی امروز. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.